در اوکراین صدها تظاهرگر در نزد دادگاه شهر کیف جمع آمده و طلب می‌کردند که یک خبرنگار اوکراینی از بازداشت رها کرده شود. قرار بود دادگاه پرونده والری هرهوتس را بررسی کند که او را همراه با چند نفر دیگر برای تشکیل تظاهرات ضد حکومتی روز 1 دکبر در نزد کاخ رئیس جمهور بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفت در ظرف یک هفته گذشته از چند حمله مرگتلبانه به اداره‌های حکومتی جلوگیری کرد و 22 جنگجو را نیز بازداشت کردند. نمایندگان این ریاست مهمات جنگی و مواد ترکنده گرفتهشان از جنگجویان را نشان داده گفتند که همه آنها به شبکه حقانی یک شریک طالبان ارتباط داشتند. در ولایت پنجابی پاکستان فروش گازی مویع را متوقف کردند که نظر به کرosین و بنزین ارزانتر است. شرکت CNG فروشنده اصلی گازی مویع گفته است به خاطر تامین مردم با این نوع گاز فروش گازی مویع را تنها برای ماشین ها متوقف می کند. محدودیت فروش گاز تا 3 ماه ادامه خواهد کرد. پاکستان قادر به تامین مردمش با گاز و مواد سوختی کافی نیست. در شهر سرایو پایتخت جمهوری بوسنی و هرزگوین حامیان حقوق با راهپیمایی روز بین المللی حقوق انسان را تجلیل کردند که سال 1950 با تشبث سازمان ملل تجلیل می شود. حامیان حقوق ضمن این راهپیمایی خواهان اصلاحات در ساحه معارف، مبارزه قوی علیه فسادکاری و حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی در جمهوری بوسنی و هرزگوین شدند. در ارمنستان نمایندگان احزاب مخالف دولت و سازمان‌های غیر حکومتی در شهر یریون راهپیمایی کرده و از این راه خواستند آگاهی مردم درباره نقض حقوق انسان در کشورشان را بالا برند. تظاهرگران نامه‌ای را به دفتر شورای اروپا در ارمنستان سپردند که در آن خواسته شده است که این سازمان به وضع حقوق انسان در ارمنستان بیشتر توجه کند. در گرجستان گروه از نمایندگان دفتر حقوق بشر یک سازمان غیر حکومتی به دیدار مردم بیخانه رفتند که در یک شفاخانه بی‌صاحب در شهر تبلیسی پناه یافتند. اکثر خانواده‌هایی که در این شفاخانه نیمه ویران زندگی می‌کنند در گذشته از حکومت گرجستان کمک‌های اجتماعی خواستند، اما تلاش‌هایشان نتیجه نداده است.